میخوام از آقای دکتر در خصوص کاشت ابرو بپرسم که چقدر رایج هست و چقدر امکان پذیر هست برای خانم ها که آقای دکتر توضیح میدن که بالاخره شاید بهتر از تتوی ابرو باشه برای خانم ها، شاید بالاخره نیاز داشته باشن و بالاخره حالا خیلی به عنوان مد و عرض بکنم که چیزایی که باب شده بهش نگاه نکنیم. شاید بعضیا واقعا بیماری داشته باشن، مشکلی داشته باشن و در ظاهرشون مشکل ساز شده باشه و نیاز به این داشته باشن که این عمل رو انجام بدن. در رابطه با کاشت ابرو من این نوید رو میتونم به بینندگان محترم بدم که توی خانمایی که نوک ابروشون یا کناره ابروشون رو میخوان بالا ببرن که بسیار شایع است و میان از روش‌های مثل تتو یا متاسفانه لیفتینگ ابرو استفاده میکنن که اصلا لیفت برگشت پذیره یا یه تتو آسیب دائمی تو منطقه میزنه. پیوند موی ابرو به صورت برای بالا بردن مخصوصا دوم ابرو و یا لابلای ابروها تو افرادی که اندیکاسیون داره فوق العاده میتونه کمک کننده و زیبا باشه و البته متاسفانه نگرش خوبی راجع به پیوند مو تو ابرو تو ایران نیست، به خاطر اینکه متاسفانه تجربه بدی رو بعضی از به اصطلاح خانم‌ها پیدا کردن که ابرو رو به صورت غیر طبیعی کاشته صورتشون یا به صورت زاویه‌ای درستی نداره یا چند تا مو داخل یک منفذ قرار داده شده و به صورت عروسکی در اومده و تصاویر زشتی ایجاد کرده که خیلی مشکل ساز میتونه باشه. ولی اینو من به جرئت به شما میتونم بگم که اگر تو مراکزی که به اصطلاح تجربه این کار رو به صورت کامل دارن، چون خواب ابرو شما خودتون دقت کنید بسیار بسیار خاصه. اولا زاویه بسیار حاده است و دوما که توی هر موی ابروی با موی به کناریش زاویه خاص خودش رو داره، فرق میکنه. حتی نقاشی کردنش هم کار راحتی نیست. خاطر همین باید این به اصطلاح منافذی که ایجاد میشه توسط یه پزشک بسیار متبحری که تمام اینا رو خوابش دونه دونه میدونه انجام بشه و داخل یه منفذ بیشتر از یک یا حداکثر دو تا تار مو گذاشته نشه که حالت غیر طبیعی پیدا نکنه. شما تصور کنید یه درختی رو که کج بخواد از زمین بیاد بیرون، اگر قطرش رو 2 برابر کنید امکان داره 3 متر رشد کنه، سر درخت افت نکنه، ولی اگه قطرش رو نصف کنید شاید با 50 سانت رشد سر درخت افت میکنه. این حالت هم داخل موی ابرو و سر هست. شما از موی سر استفاده میکنید، اگه زاویه رو درست نزنید و یا بردارید 3-4 تا مو داخل یه دونه منفذ قرار بدید، این مو سیخ در میاد و تصویر زشتی رو میده. ولی موی ابرو کجاست؟ از داخل موهای سر استفاده میکنیم، ولی بیشتر سعی میکنیم از موهایی که ناحیه نازک‌تره استفاده کنیم. رشدش چطور میشه؟ این رشدش اوایلش رشد زیاد داره که خب خانم‌ها با این مشکلی ندارن، چون هفته یه بار 2 هفته یه بار آرایشش میکنن، ولی یعنی باید کوتاه بشه؟ بله، ولی خوشبختانه این اتفاق هم بعد از چندین سال میفته و مو یواش یواش رشدش کم میشه و کاملا شبیه به موی ابرو میشه و همین اتفاق دقیقاً برعکسش توی موژه است. ما توی موژه از کلفترین ضخیم‌ترین موها استفاده میکنیم، چون موژه ضخیمه و موهای ضخیمی رو استفاده میکنیم، اونم همون حالت رو داره، به صورت اگه درست کاش بشه با کرو مناسب رشد میکنه، ولی خب اوایلش آرایش میکنن، یواش یواش رشدش کم میشه و به صورت موی موژه طبیعی میتونه در بیاد.